شوتو میزنه رضا عادل. مهدی قائدی حرکت میکنه میزنه و توی دروازه 1-0 به نفع استقلال. جهت رفت محمد رضا اخباری، اما ضرب توپ زیاد بود، زاویه توپم خوب بود و 1-0 استقلال با گل مهدی قائدی جلو میفته. 46مین گل فصل استقلال، 10مین گل فصل برای مهدی قائدی و خوشحالی ریکاردو ساپینتو. اینجا با پای راست خوب رفت اخباری، اما پاس عقب میده اونجا مرادمند. سعیدی فرد زیر توپ میزنه. سر مطهری تک به تک، آفساید نیست. ببینیم بالاخره دروازه باز میشه یا خیر، و توی دروازه مهدی قائدی دروازه رو باز میکنه. بالاخره بعد از 2-3 تا تک به تک دروازه اخباری باز شد و استقلال 2 تراکتور 0. ببینید ضربه سر احسان مطهری پر کرده بود اینجا رشد قادری و این بار مهدی قائدی ضربه‌شو به گوشه زده، علیرغم اینکه دوباره پا باز کرد محمد رضا اخباری، اما نتونست منظم مسیر روبروشو نبستن و اینجوری با چپ سنگین به زاویه مخالف زد و دایو دیدنی اخباری فقط گل رو قشنگ‌تر کرد. شیجه بلند اخباری رو ببینید که جای تعجب داره اینه که آقای ساپینتو اصلا بهش اعتقاد نداشت و بغضش سر گلی که زد ترکید به خاطر همین که اصلا تو لیست 18 تا هم قرارش نمیداد آقای ساپینتو. ضربه سنگین و توی دروازه گل اول برای تیم تراکتور. حساب کار 3-1 میشه. قنبری اینجا قنبری تو عرض حرکت این شوت زد، تو اون شلوغی ندید سینا سعیدی بعد یه لحظه هم تو تغییر جهت داد بین را، در حالی که به سمت چپ متمایل شده بود. اینجا تو پیچید، روزبه چشمی بود که مسیر توپو عوض کرد و یعنی گل نمیخورد. این تیم با استقلال شد با 3 گل زده، 1 گل از ساقبی جلو افتاد. اینجا یه اشتباه مهدی قائدی توپو میگیره و توی دروازه هتریک مهدی قائدی. حالا 12 گله میشه و میرسه به شهریار مقانلو. چه اشتباه مرگباری کرد مدافع تراکتور و گل 4م هم وارد دروازه تیم تراکتور شد. اینجا آقا جانپور یه اشتباه مرگبار رو انجام داد و اینجوری تمریش کرد مهدی قائدی. کاری هم دیگه از دست اخباری بر نمیاد و گل 4م رو خورد. حالا قائدی هم به شیخ دیاباته میرسه در تعداد گلای زده به تراکتور و 5 گل میشه و تبدیل به بهترین گلزن استقلال در مقابل تراکتور. چند وان داخل منطقه جریمه، فرصت برای استقلال، میرن برای گل 5 دریبل سرپای محبی که ضربه سر رو اونجا زد پوریا آریاکیا. الان کاپیتان استقلال مهدی قائدی شد و گل، دروازه باز میشه. آرش اونجا محمد حسین مرادمند گل 5 رو میزنه. اینجا میبینید به این ترتیب چیه ضربه زد بین راه، باز هم این ضربه مرادمند. محبی از سمت راست، چه ارسال دارن بازیکن استقلال، یه ارسال و گل 6م. استقلال 6 تراکتور 1. نتیجه بازی هوادار تکرار شد. نفوذ رو انجام دادن و این هد شیرجه آرش رضاوند و نتیجه 6-1 به نفع استقلال. سیای لیگ 1 بیشتر شد. محبی از چپ تو میره داخل منطقه جریمه، رو به بیرون، فرصت و توی دروازه 7-1. جعفر سلمانی هم گلزنی میکنه. هر دو دفاع چپ استقلال تو این بازی گلزنی میکنن. جعفر سلمانی هم گلزنی میکنه. اینجا کاتبک محبی بغل پای سلمانی توپو به تاق دروازه تراکتور میچسبونه.